توهین به علی ادای بی وجود بی ارزش. تو رفتی خارج کشور داری تی میکشی، دشویی میشوری، حاضر نیستی تو شرایط جنگی برگردی کشورت. بعد به علی ادایی که اتفاقا تو شرایط جنگی داخل کشوره کمک بدبخت بیچاره ها هم میکنه، شهریار فوتبال ایرانه، میگی وطن فروش. این دیگه نوبرشه. شما چی کار کردی واسه مردم بندرعباس، واسه مردم کرمانشاه، واسه سرپل ذهاب، واسه کرمان، واسه سیل لرستان؟ شما فقط دوست دارین دیده بشین، مگر نه شما کجا؟ اسطوره فوتبالی کجا؟ لایک کنید یه جمله هم واسه این شخص بنویسید. بی وجود چیمون اسطوره چیمون گردن من چجوره؟ پس گرفتی؟ اسکر چجوری حرف میزنی؟ پشمک بی حیا برو سری سر زنت کن اگه مردی. وجودشو نداری نه؟ معلومه که نداری. دخترت هم که اینجاست، پشمک و دوله دنگ دراز احمد.